آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم، آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و هموطنان عزیز و ارجمند، درسی هفتم از شرح کتاب اصول سیگانه. این پیام ما را به دیگران رسانید و در این شبکه ما آبونه شوید و درس ها را به دیگران نشر کنید تا از پاداش نیک بهره مند شوید. مؤلف کتاب در درس پیش درباره دعا گفته بود، درباره ترس و بیم، درباره امیدواری. در این درس درباره توکل میگوید. توکل کردن به چیزی معنایش ای اعتماد کردن به همون چیز. انسان به یک چیز اعتماد میکنه، تکیه میکنه. همین معنای توکل میگن. توکل به الله عز و جل این معنا دارد که انسان به الله اعتماد میکنه که الله برای او بسنده است در چی؟ در جلبی منفعت و دور ساختنی ضرر. این از پررگی ایمان انسان است و نشانه های ایمان انسان است که به الله، تنها به الله توکل میکند و اعتماد میکند و تکیه میکند. چقدر که الله عز و جل میفرماید در سوره مائده 23 آیت: و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. پس بر الله توکل کنید اگر شما ایمان دارید، اگر شما مؤمن هستید. اگر انسان صدقاً و یقینا به الله اعتماد و تکیه میکند، پس الله برای او بسنده است در هر یک چیزی که او روبرو و دچار می شود. اگر صدقاً به الله توکل کند، چون که الله عز و جل می فرماید: و من یتوکل علی الله فهو حسبه. سوره طلاق 3 آیت میگه کسی که به الله صدقاً توکل میکند، اعتماد میکند، پس الله برای او بسنده است، ای کفایت است الله برای او. انسان وقتی که به الله توکل کرد باید دلش آرام شود، آرامش گیرد. و چقدر که الله عز و جل باز میگه: ان الله بالغ امره. هر آینه الله عز و جل فرمان خود را به انجام میرساند. همون کاری که تو به او توکل کردی، هر آینه الله او را به انجام میرساند و الله ناتوان نیست، چیزی که خواست او را به انجام میرساند. پس شارح کتاب میگه که توکل نمودها میشود. یک نمودی از توکل میگه توکل به الله عز و جل این از پررگی و نشانه های صدق ایمان انسان است به الله. این واجب است و ایمان پرره نمی شود مگر با توکل پرره صدقاً و یقینا به الله عز و جل. دیم نمود توکل میگه توکل سری است که انسان اعتماد میکنه، تکیه میکنه به یک مرده، یک کسی که مرده است. در چی؟ در جلب یک فایده و در دور کردن یک ضرری به انسان، به مرده تکیه میکنه. این شرک بزرگ است، شرک اکبر است و این رخ نمیدهد از آن کسی که اون کس به همون مرده چی دارد؟ اعتقاد دارد که همون مرده یک تصرف دارد، تصرف سری دارد در این کون غیر الله. فرق نیست اون مرده کسی نباشد، اولیاء باشد، پیغمبر باشد، طاغوت باشد، دشمن الله کسی نباشد. این شرک بزرگ است که انسان از دین خارج می شود اگر توکل به چی؟ به یک مرده کند در جلب کردن منفعت و دور کردن ضرر، که غیر الله کسی دیگر جلب منفعت و یگان ضرر را دور کردن نمیتواند غیر الله. سیم توکلی که انسان به یک کسی دیگر میکند، اعتماد توکل به یک کسی دیگر میکند، به اون کسی که یگان کارش مثلا انجام میدهد. همون قد توکلی میکند که از الله فراموش میکند و به او توکل میکند. یعنی بیشتر به الله باید توکل کرد، نه او به همون انسان توکل میکند بیشتر در به دست آوردن یگان چی باشد، یگان چیزی دنیوی، به همون توکل میکند. این یکی از نمودهای شرک اصغر است. برای چی؟ برای که انسان بسیار یعنی که دل میبندد و تکیه چی بکند؟ تکیه بسیار از حد زیادی به همون انسان، از حد زیاد تکیه میکند، توکل میکند، اعتماد میکند که کار شکلی که همین انسان اجرا میکند، از الله فراموش میکند. این شرک اصغر است. نه که اگر که انسان به کس تکیه میکند در انجام دادن یگان کار، نه که میداند که همون انسان سبب است، نه که الله مسبب است، الله همه کار الله انجام میدهد، ولی این انسان سبب است که همین کار چی به آخر میرساند. یعنی که الله همون کار به سبب همون انسان انجام میدهد. این انسان سبب است، لیکن کار انجام دهنده الله است. پس اینش باکی ندارد که انسان به یک کس سبب میگیرد. برام میگن که انسان توکل به الله میکند و به سبب چنگ میزند. همین انسان سبب است، اینش باکی ندارد. توکل چهارم، یک انسان به یک کس توکل میکند، به یک کسی دیگر در یک کاری که یعنی که مثل که یک جانشین میگذارد، نائب میگذارد برای انجام دادنی یک کاری که جایز است. یعنی که همچون نائب میگذاره، جانشین میگذاره که همون کار تا اجرا کند. اینش باکی
کینه دارد به دلیل قرآن و سنت و اجماع. خلیق یعقوب علیه السلام به فرزنداش میگوید که یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه. سوره یوسف آیت 87. خلیق یعقوب علیه السلام به فرزنداش میفرماید که پسرانم بار دیگر به مصر بروید و از یوسف و برادرش خبر بگیرید، ای جستجو کنید. همین یعقوب علیه السلام فرزندانش را چی همچون یک جانشین میماند، همچون یک نایب خودش میماند که در چی در جستجو کردن فرزندانش. این از چی است؟ بعد پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در وقتی صدقه جمع کردن دیگران را همچون نایب ماند، جانشین ماند، وکیل ماند از نام خودش که برون صدقه را جمع کنند. و همه دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وقتی که ذبح کرد علی ابن ابی طالب رضی الله عنه را در چی در حجۃ الوداع برای چی همچون چی کرد؟ با او تکیه کرد در چی در صدقه دادن تو پوست و همون چیزایی که میکشن. و باز برای ذبح کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم 63 تا گوسفند ذبح کرد، باقی اون علی را گذاشت که علی و همچون جانشین پیغمبر همچون کارسازی پیغمبر بعدی وی همون باقی همون 100 تا بدن باقیشه که ذبح کند. علی را چی ماند؟ همچون جانشین ماند که او از تن پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون را ذبح کند. پس این جایز است که انسان یک کس به یک کس توکل میکند، لیکن اعتماد میکند در اون چیزی که وی همچون جانشین میماند که کارای خودش را انجام دهد. خیلی پیغمبر علی را جانشین ماند که کارای پیغمبر را انجام دهد. باز مؤلف درباره چی گفت؟ درباره رغبت گفت. رغبت معناش چیست؟ خواهش. ای رغبت معناش که یعنی که دوست داشتن، خواهش کردن، رسیدن به یک چیزی که او را دوست می‌دارد، رسیدن به یک چیزی که خواهش همون دارد، همون را دوست می‌دارد. اینا میگن رغبت انسان، ای محبت انسان برای رسیدن به چیزی که همون چیز اون انسان دوست می‌دارد. رهبت این چی است؟ این مثل ترس است، خوف است، بیم است، ترس است. رهبت میگه این چی است؟ این همچون بیم ترس هست که انسان از یک چیزی که او را میترساند از همون میترسد و این بیم و ترس هست که پیوسته و یعنی که مقرون است به عمل. ترسی پیوسته به عمل. انسان وقتی که میترسد یک کار عملی میکند. از الله ترسید، آنچه که الله امر کرده است اون را چی عملی میکند. خشوع، درباره خشوع این فروتنی یا که انسان خود خاکسار میگیرد، سرخم میکند. خشوع و فروتنی به چی؟ به بزرگی و عظمت الله، به حیثی که انسان تسلیم میشود به چی؟ به قضاوتی که کونی هست، چیزی که از کونی به اون میاد، بلای مصیبت کونی میاد، از بیماری و از دیگر چیزها، از فقر و از کمبغلی و از دیگر چیزها، و تسلیم شدن به چی؟ به کونی و شرعیش، چیزی که در اسلام در دین میاد و چیزی که در برای او در چیز کونی میاد. و الله عز و جل میفرماید، دلیل میگه مؤلف میگه دلیلش، الله عز و جل میگه که انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سوره انبیاء 90 آیت. الله میفرماید که آنان همواره در کارهای خیر میشتافتند و ما را از روی امید، از روی خواهش و بیم، ترس و بیم میخواندند، دعا میکردند و پیوسته در برابری ما فروتن بودند. یعنی که ببینید در این آیه کریمه الله وصف میدهد که همون بنده های خالص خدا هنگامی که دعا میکنن الله در کدام حالت دعا میکنن؟ در حالتی که آنها رغبت دارن، خواهش دارن از الله، هم خواهش دارن، امید دارن و هم رهبت دارن. رهبت یعنی که در برابر، یعنی که هم امید دارن از الله و هم ترس و بیم دارن از الله. دعا را میکنن در دو حالت است، نه فقط خواهش خالی، نه، هم خواهش امید دارن از الله که الله مستجاب میکنه دعاشونه و هم ترس دارن، دعا را در برابری، یعنی که امیدواری و ترس و بیم برابر هستند، با در حالی که با فروتن هستن برای الله. و دعا در این آیت در بر میگیرد چرا هم دعای عبادت هم دعای مسئله را. پس آنها الله میخوانند، دعا میکنند با یک امید که در نزد الله، یک امیدی میکنند که آنچه در نزد الله هست او را امید میکنند و خواهش دارند چرا؟ پاداش و ثواب الله. در حالت خوف از چی؟ بی‌مترس از مجازات الله، از چی؟ از اون گناهی کردن آنها میترسند و الله را دعا میکنند. و مؤمن شایسته است برای مؤمن که تلاش کند به سوی الله بین خوف و بین رجاء، یعنی انسان هم ترس داشته باشد از الله، نه فقط ترسی که ناامید شود، نه، هم ترس داشته باشد هم امید داشته باشد از الله. که انسان وقتی که طاعت و عبادت میکند باید امیدواری داشته باشد که الله قبولش میکند، عبادت او را قبول میکند، ناامید نشود. و انسان در حالت معصیت که باشد باید جانب خوف و بیم و ترس باید غلبه کند. برای چی؟ برای وقتی که
انسان معصیت میکند بیم ترس که است، بیم ترس او را من میکنند که چی او از گناه میگریزد و چی به همین سبب از همون مجازات الله و جزای الله چی نجات مییابد. و بعضی عالمان میگویند که جانب امیدواری باید غلبه کند. در کدام حالت؟ در حالتی که انسان بیمار است. انسان که بیمار است بسیارتر امید داشته باشد به الله. و در انسان وقتی که در حالی تندرستی هست، سلامتی و تندرستیش، باید جانبی خوف و بیم باید غلبه کند. برای که انسان صحت و سلامت که است شاید که چی به گناه دست زند. باید خوف در اینجا بیم و ترس از الله باید بسیارتر باشد، غلبه کند، بسیارتر باشد که انسان ترک کند چی را؟ گناه ترک کند. برای چی؟ برای که انسان وقتی که بیمار است انسان چی است؟ نفسش ضعیف و سست است، شکسته است و انسان چی است؟ و شاید که اجلش قریب شده باشد و شاید که از دنیا گذرد. برای همین انسان باید گمانی نیک داشته باشد به الله. در وقتی که او وقتی وفاتش میاد، وقتی بیمار که است، به الله باید گمانی نیک داشته باشد که الله او را میبخشد، الله او را بهش میدارد. بعد او عبادت کرده است ناامید باید نشود. با بعضی اهل علم میگوید که باید هر دوش برابر باشند، هم امیدواری و هم بیم و ترس باید برابر باشند، یکی از یکی زیاد نشود. که یکی انسان اگر که امیدش به الله افزایش یابد، هر کاری کنه ما از الله امید دارم، کاری بدم کنم از الله امید دارم که میبخشد، در این حالت چی شاید که گناه زیادتر شود و هم امیدش به الله و هم بیم و ترسش باید یخیل باشد که بیم و ترس زیاد نشود که ناامید شود از رحمت الله، و نه اینکه امیدواریش زیاد شود که از چی؟ از آنچه که الله من کرده است به آنها دست نزند. بعد مؤلف میگه که خشیه، درباره ترس بیم گفتیم 4 نمود، یکش خوف عادی بود، دومش رهبه، سومش خشوع، چهارمش خشیه. خشیه همش به معنای تاجیکیش ترس و بیم میشه، اون در عربی فرق دارن. خشیه این چی میگه؟ گفتیم که رهبه این معنای چی است؟ معنای که ترسی که فایده آور است و ترسی پیوستگی به عمل دارد. یعنی خشیه چیست؟ خشیه میگه این بیم و ترسی است، بیم و ترسی که تو میدانی بزرگی همون ذاتی را که تو از او میترسی و او کامل است در سلطانش، او کامل و پره است، پادشاهیش پره و کامل است. ترسی است که تو علم داری به همون چیزی که تو از او میترسی به او علم داری که او بزرگ است و سلطانش کامل است. شریک الله عز و جل میگه انما یخشى الله من عباده العلماء. سوره فاطر 28 آیت الله میفرماید که از میان بندگان الله تنها دانشمندان و عالمان ربانی از او هراس و ترس دارند. یعنی ببینید که یک ترسی است که انسان میداند از اون همون چیزی که میترسد میداند که وای قادر و از بزرگ است و با شکوه است. بعد چی فرق دارد کلمه خوف از خشیه؟ چی فرق دارد در زبان عربی؟ میگه که خشیه از خوف خاص‌تر است. از مثال میبیاریم فرق بین آنها، میگوییم که مثال میاریم برای واضح شود. تو از یک کس میترسی، از یک شخص میترسی و نمیدانی که همون شخص آیا قادر است، به سر تو زور است، تواناست، قدرت دارد که تو را بزند یا که نزند. تو نمیدانی تو قادر است یا قادر نیست، تو نمیدانی. در این حالت این خوف است. نه که خشیه چی معنی دارد؟ خشیه این معنی دارد که تو از یک شخص میترسی و تو میدانی که همون شخص تواناست، زور است، برای بسر تر زور است، میدانی. اینا میگن خشیه. فرقش همین است که انسان از یک کس میترسد ولی نمیداند که اون شخص بسر او قادر است یا که نه. اینا میگن خوف. اینه که تو از یک شخص میترسی و میدانی که همون شخص بسر تو تواناست، قادر است. اینا میگن خشیه. برای همین میگه که عالمان از الله میترسند، عالمان میدانند قدرت و توانایی الله هم میدانند، نیرومندی الله هم میدانند، برای این از الله میترسند. اینا میگن خشیه. برای الله میگه خشیه، در آیات میگه که خشیه. باز مؤلف میگه که درباره انابه گفتیم از همون نمودهای عبادت یک معنای دیگهش انابه. گفت که دلیل الانابه، انابه این چی معنی دارد؟ انابه میگه مثل توبه است، یعنی بازگشت به سوی الله متعال، به چی؟ برپا یا که به جای آوردن طاعت الله و دور شدن از چی؟ از معصیت الله. این میگه معناش قریب به معنای توبه. توبه همین است، یعنی انابه معنای توبه را دارد. توبه هم معنا دارد، نه که این نازکتر است از توبه. برای که انسان حس میکند به همین انابت او اعتماد میکند به الله و برمیگردد به سوی الله. و انابت این فقط میشود به چی؟ فقط انابت به سوی الله، بازگشت به سوی الله هست. چقدر که الله عز و جل میگه و انیبوا الی ربکم و اسلموا له. سوره زمر 54 آیت. در اینجا الله چی میگه؟ و انیبوا، ای به سوی پروردگارتان بازگردید. معنای به سوی پروردگارتان بازگردید، ای
به سوی او گفتیم که به طاعت، برپا کردن طاعت او و دور شدن از چی؟ نافرمان روایی الله. و به او تسلیم شوید، ای اسلام شرعی، ای تسلیم شوید به احکام الله. یعنی انابت و توبه یک معنا دارن، ای بازگشت به سوی الله. باز مؤلف کتاب میفرماید که و دلیله الاستعانه، درباره استعانه میگه استعانه به الله. استعانه و تاجیکی معناش طلبی کمک، طلبی مدد خواستن از الله است. استعانه میگه در بر میگیرد کمک و مدد خواستن، سرخم و پست میشود برای الله، سرخمی و پستی را بنده برای پروردگارش همه امرش به سوی الله حواله میکند و اعتقاد میکند که الله برای او بسنده است و استعانه فقط برای الله است. ای کمک، مدد پرسیدن فقط از الله است. خیلی که الله عز و جل میفرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای تنها تو را عبادت میکنم و تنها از تو کمک و مدد میخواهم. در اینجا الله عز و جل نگفت که نعبد و ایاک، گفت که ایاک نعبد. وقتی که ایاک را پیش کرد قاعده لغوی هست که و آن چیزی که حکمش تأخیر است و او را در پیش گذاشت، این معنای چی را دارد؟ معنای حصر و معنای اختصاص دارد. ای تنها تو را عبادت میکنم و تنها از تو کمک میخواهم، مدد میخواهم. معنا دارد که غیر تو عبادت شرک است، غیر تو کمک خواستن و مدد خواستن شرک است. تنها از الله باید مدد و کمک چی انسان بخواهد. دوم با چه در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه فاذا استعنت فاستعن بالله. پیغمبر چی میگه؟ وقتی که طلب کمک یا مدد خواستی پس طلب کمک تنها از الله بخواه. این اول. دوم این استعانه به چی بود؟ یکم استعانه به الله بود. دوم استعانه به مخلوق، یعنی یک طلب کمک خواستن از مخلوق، از انسان، از یک مخلوق به یک کاری که اون انسان همون کار از دستش میبیاید، وابسته به همون انسانی که از دستش میبیاید. اگر که یک کاری نیک باشد، کاری ثواب و نیک باشد، درست باشد، پس جایز است که انسان یک کس از او کمک خواست. او چی؟ کمکی گفتیم که از انسانی که وای چی است، از عهده همون کار میبراید، از او طلب کمک کردنش باقی ندارد. خیلی که الله عز و جل میگه و تعاونوا علی البر والتقوى. سوره مائده دیم آیت. و همکاری کنید، طلب کمک کنید، همدیگر کمک کنید در چی؟ در کارهای نیک، نکو و در پرهیزکاری و در تقوا. اگر که یک کس از تو کمک خواست ولی اون کمکی که در حرام است، پس برای تو چی است؟ جایز نیست که تو را کمک کنی. برای چی؟ برای الله عز و جل چی میگه؟ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کمک نکنید، همکاری نکنید در چی؟ در گناه و در دشمنی. همکاری درست نیست. یکی در نیکی و کاری که درست است در او همکاری هیچ باکی ندارد. برای چی؟ برای که انسان وقتی کمک میکند الله عز و جل ثواب همون کمکش، ثواب همون نیکیش تو میدهد. برای الله عز و جل چی میگه؟ احسنوا ان الله يحب المحسنین. سوره بقره 195 آیت. احسنوا، نیکی کنید، هر آینه الله دوست می‌دارد انسانی که نیکی میکند، به کسی دیگر نیکی و احسان میکند، الله اونها را دوست می‌دارد. سوم نمود استعانه، این استعانه به مخلوق، به یک مخلوقی که زنده است، حاضر است در پیشت، نه که قادر نیست. این یک بیهودگی است. چرا انسان مثلا مثال میاریم، یک کس از یک کس کمک میخواهد که برای او یک چیز بردارد که اون چیز خیلی سنگین و وزنین است و یک انسان اون انسانی کمک میخواهد ضعیف است و برداشتن نمیتواند، از دستش نمیاد، برای این بیفایده است از این خیلی انسان کمک خواستن. چهارم نمود استعانه، این استعانه به مرده ها، طلب کمک به از کی؟ از مرده ها یا کی؟ به زنده ها. به زنده ها، یک از زنده ها کمک خواهی به یک کاری که غایب است و قدرت اون کار ندارن، قدرت اون کار ادا کردن همون کار ندارن. یعنی تو از یک مرده تو کمک میخواهی، خیلی اون مرده تو را کمک میکند، اون مرده است و احتیاج دعای تو را دارد، احتیاج دارد تو دعاش کنی، تو چقدر از اون کمک میخواهی، کسی نباشد، حتی پیغمبر هم باشد، حتی اولیاء هم باشد، فرق ندارد. یا که زنده کی با یک کاری که اون زنده انسان باشد مثلا قادر و توانایی همون کار ندارد، یا که اون کار از او غایب دور است، کردن همون کار ندارد، از اون طلب می‌کنی که تو را کمک کند، پس این شرک است. چرا؟ برای که این واقع نمیشود، رخ نمیدهد مگر از شخصی که اون شخص اعتقاد میکند که همین مرده یا که همین زنده اینا چی هستند؟ اینا در کچی یک تصرف پنهانی در این کون دارند، یعنی از دستشون میآید، یعنی همخی اعتقاد دارد که از دست اینها همون کار می آید، توانا هستند، اینا رو به خدا برابر میکنن. استعانه پنجم این یک کمک خواستن مثلا به یک عمل ها یا که به یک احوالی که به سوی الله اون احوال و اون اعمال پسندیده هستند و درست است در اسلام به امر الله. خیلی که الله عز و جل میفرماید یا ایها الذين آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای کسانی که ایمان آورده اید، در
حادثه های سخت زندگی از صبر و نماز کمک بگیرید. همان الله عز و جل با صابران است. سوره بقره 153 آیه. یعنی که صبر پیشه کن، در یک بلا و در یک چیز میزنی صبر پیشه کن. یا که چلی از پیغمبر صلی الله علیه و آله که یک امر به پیغمبر وقتی وزنی میکرد و سختی میکرد به نماز میشتابید. هم خیلی دیگر همان خدا الله عز و جل با صابران است. یعنی انسان صبر و نماز هم از آنها کمک میگیرد. خلاصه این درباره طلب کمک خواستن به عملها، پنجمش به عملها. عملها چی هستند؟ نماز و صبر. نماز الله دوست می‌دارد و صبر الله دوست می‌دارد. انسان صابرا را کسی صبر پیشه می‌دارد، شکیبا هست، الله دوست می‌دارد. برای انسان وقتی در سختی میغلطد بعد صبر پیشه کند. و نماز چقدر که انسان نماز وقتی سختی زندگی میغلطد نماز میخواند، یک هر سختی و هر تنگی باشه در حیات ان شاء الله الله عز و جل به سبب نماز او را چی همون کاراش سختی هاش برطرف میکند. درس آینده درباره استعاذه سخن میزنیم و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید و چه توفیقی که بود از الله، از جانب الله عز و جل، و چه خطایی و فراموشی بود از جانب من و شیطان و به دیگران نشر کنید و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید و از این سختی های زندگی و از این مصیبت هایی که در امت اسلامی دچار شده است مسلمانان را الله عز و جل نجات دهد و پیروزمند کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.